دخترای متولد 80 تا 89 به 2 دسته تقسیم میشن. دسته اول کسایی هستن که زندگی فوق‌العاده عادی نصیبشون میشه، ولی دسته دوم کسایی هستن که یه خونه زندگی برای خودشون دست و پا میکنن که هر کسی که اینا رو ببینه حسرت خونه زندگیشون رو دلشون میمونه. حالا با دقت گوش بده ببین جزء کدوم یکی از این 2 دسته ای. دسته اول دخترایی هستن که فقط به فکر رل زدن و دوست به سربازی و از این پسر به اون پسر و تو این داستانن و چون کلن توی این داستان گرفتار شدن همیشه با شکست عشقی مواجهن، همیشه ناراحتن، همیشه افسردگی میگیرن و تهش میدونی چی میشه؟ دنبال یه نفرن که فقط بهشون محبت کنه. فقط محبت میخوان برای ازدواج و دیگه هیچ اولویتی تو زندگیشون ندارن چون از تمام اهدافشون دست کشیدن. اینا یه زندگی فوق‌العاده عادی نصیبشون میشه. دسته دوم اون دخترایی هستن که از الان به فکر آیندهشونن، دارن درس میخونن، ورزش میکنن، به فکر زندگی و آینده خودشونن و از همه مهمتر به فکر پول درآوردنشونن. خب اگه به من بگه که آی از راه کنکور بری و دانشگاه بری و به پول نمیرسی یا از این حرفا، تو کت من نمیره. من جزء کسایی بودم که از این خانواده با سطح مالی پایین بودم، از طریق کنکورم به اینجا رسیدم. خیلیا هستن توی ایران که مشاورن، ولی چرا من شدم بین اونا جزء 5 نفر اول کشور؟ چون اون تایمی که دانشجوها تو مهمونی و پارتی و خوشگذروندن بودم من داشتم کار میکردم. پس به من نگو که درس و دانشگاهو ول میکنم میرم سراغ ادمینی و از این حرفا. لول خودتو حفظ کن. اینو خواستم بهت بگم که حواست باشه داری با زندگی چی کار میکنی. این گوشی که گرفتی دستت منبع درآمد خیلی است. خب تو دام اونا نیفت. به فکر زندگی خودت، آینده خودت باشه.